درود و مهر و جمع دوستا را دعوت میکنیم به دنیای لکژری و که ساعتهای میلیون دلاری. دوستایی که تا امروز در خیالشان باورشان همی جریان بود، امروز میخوایم که ساعتهای میلیون دلاری را به تصویر بکشیم و دوستام کنار ما باشن، از این دنیای لکژری لذت ببرن. موزیم بین المللی ساعت که در شتفون کانتون نوشاتل کشور سوئیس موقعیت داره، اون جایی که ایجادگر این ساعت ها هست، این کانتون سوئیس هست که باز از اینجا برندها و مارک های سوئیس، ساعت های سوئیسی میگن، از اینجا شروع کردن کار خودم. این موزیم بیش از 10,000 شیء شامل ساعت ها و ابزارهای ساخت و ساز است. در این موزیم موجود داره که انواع 2700 نوع ساعت در این موزیم هست که اندازه‌گیری زمان از قرن 16 تا امروز در این موزیم به شکل یک کلکسیون تاریخی ساعت در دنیا رو انداخته. این بازدید کنندگان میتونن این ساعت ها را از روی یک شیشه محافظت شده ببینن، یعنی بیشتر شدتی محافظت میشه و بیشتر ارقامش گفتم که ساعت ها 1 میلیون دلاری است و بعدتر و ساعت ها را با برندشان، با مشخصهشان و قیمتایشان که از پایین چقدر است تا بالا، و اینی سالهای هم هستن که یا در هر سال به هر نمونه مارک ساعت یا ساختین و در این موزیم یه است. این انواع ساعت هایی که اینجا هست، ساعت های جیبی هست، ساعت های موچی، ساعت های دیواری و میزی است، نجومی و دریایی است، ساعت های آفتابی و شینی است، اتومات است، ابزار و ماشینالات ساعت سازی است که در سالهای مختلف ساخته شده و از اینجا جمع آوری شده. که دلیلی هم که این موزیم ساخته شده یه است که در این ساعت من در شروع گفتم که ساعت‌های بسیار شرکت‌های ساعت سازی بیشتری اینجا هستن و قبلا هم بوده و بعدتر از این به خاطر از این که به حفظ میراث فنی و هنری فرهنگ ساعت سازی از بین نره، خواستین اینجا یک موزیم بسازن و که صنعت و توسعه اقتصادی خود به مردم به نمایش بکشن. و ایده و باور این ساخت این موزیم از سال 1860 توسط یک مجموعه از ساعت سازایی که اینجا بودیم یا علاقه میگیرن که ساعت‌های قدیمی و یا خود جمع بکنن و هدفشان حفظ میراث این هنر است که باید از جمع آوری شد. و در شروعی در مدرسه این ساعت‌ها جمع آوری میشدن و رفته وقتی قیمت های از این کمپانی ها مارک های ساعت های خود اینجا میمانن و ساعت های قدیمی رو میمانن، باز دیگه اون نیاز میشه که در سال 1970 تصمیم میگیرن که یک موزیم بسازن و طراح و معماری موزیم و انجینیرش پیریزولی یک کسی هست که توسط او افتتاح میشه و انواع ساعت های اینجا هست که و معمولا یک فضای باز دارن و دوستان میبینن که نور بسیار خوب اینجا میتابه به خاطر از اینکه ساعت‌های هم ساعت‌های لکژری نمای خودم و فریبندگی خودم نشان بدن و واقعا یک محیط بسیار عالی است. میلیون دلار ساعت‌ها. دوستا اولین برند که ساعت در ویترین میبینین این شوپارد است یا شوپاخ که یک برند سوئیسی بسیار معتبر و لوکس است که ساعت‌های با کیفیت بالا و جواهر فاخر دارند. البته دانای قیمتی و جواهرات یک لکژری بسیار عالی است که در سال 1860 در سومینمیر سوئیس ایجاد شده و مرکزش فعلیش هم ژنو سوئیس است. این نوع برندش هم ساعت‌های با جواهرسازهای لوکس است دوستان میبینن و مخاطبه از هم ساعت‌های زنانه است و مردانه یک سلیقه خاصه و افراد ثروتمند سلبریتی ها. ساعت بعدی هم اومیگا است که یک برند و نامش به علم و فضا و ورزش و لوکس بیدن
گره خوردم که یک برند بسیار مهم است که در سال 1848 توسط لیویس برند در می سایه که موزیم است لشتغوفلون همی جایی تأسیس شده و فعلا هم دفترش در بلبیان است و قیمت های مختلف ایصاد دارم و از 6500 شروع میشه تا حالا 10,000 و پایین ترش هم 3500. واقعا که تا 7000 و 4000 هر ساعتش است و ساعت های اومیگا یک ساعت های بسیار عالی و با کیفیت است. برند سیم ازی اودومور پیگ است که یک برند افسانه‌ای و بسیار طراح جسورانه و مهندسی بسیار سطح بالا اما بسیار قیمت که در سال 1875 توسط جولیولیوس و خانوادهش ساخته شده و هر کدام برند از این مشخصا رویال اوکیش 200 میلیون و سادهش $50,000 $75,000 قیمتش است. و برند بعدی هم ویچون کانستنت است که در سال 1950 که مناسب کت شلوار یا طراحی شده، یک برند بسیار قیمتی و خوب است و قیمت پایینیش از 20,000 شروع میشه تا $1,000,000 هم گاهی وقت قیمتش بوده. یک برند بسیار موفق و بسیار خوب است و توسط جان میری ساخته شده، تأسیس شده. یک برند بسیار عالی و بسیار جان مارک عالی است. و برند بعدیش هم سچوارد اتنی است که در 1902 دمی شدفون تأسیس شده و هم تحت مدیریت خانوادگی بوده و بالاترین قیمت ایصاد از پایین ترینش از 8,000 شروع میشه و بالاترینش هم تا 40,000 و یک مدلش هست که فیوجیز که میجه میبینین که $8,000 است و به خانم هست. و همین رقم برند بعدی ژاگر لوکتور است که هم در سال 1833 در سوئیس تأسیس شده و زیر مجموعه گروپ های ریچموند است. بسیار یک ساعت عالی و از نظر تکنیک بسیار عالی و پیچیده که تقریبا ردای تکنیکی به این چی است و قیمتش هم از 7,000 شروع میشه و بالاترش هم تا آخر تا 1,000,000 هم یک ساعت از است و بسیار قیمت های خود داره و از معدود برندهای تولید کامل است که به این تولید کامل میگن و که مورد احترام بین سازندگان دیگر تولید ساعت است. ساعت بسیار معتبر خوب است. و برند بعدی ابهاردو اندکوس که یک برند بسیار ساعت سازان قدیمی و مستقل سوئیسی است که در 1887 شده توسط جورجی ابرهارد و بسیار یک ساعت عالی است و جالبش هستی که این ساعت با سبک رنوی یا مسابقات اتومبیل رانی ساخته شده و بسیار عالی است. همین رقم مشخص ساعت های دیگه تاندور است که یک ساعت ویژگی خود داره، یک ساعت خوب است. و کنار بعدی ازی که با تشریح میکنیم ادمی ماشینش هم میبینین دوستا که گذاشته شده به شکل بزرگ و دیگهش ساعت رولکس است که رولکس در سال 1905 در لندن توسط هانی رولز-رویس که معمولا سالانه 1,000,000 از این تولید میکنن و پایین ترین قیمتش از 6,000 شروع میشه تا 35,000 و یک چیز خاص است، دقیق یک چیز عالی و خاص خود داره. کون رولکس دوستا ادمی آشنا هستن. بعدی از این رادو است که رادو در 1917 در لنگونو سوئیس تأسیس شده. ایم یک ساعت واقعا عالی است که با تکنولوژی های بالا و دوستا ادمی آشنایی دارن. قیمت بالایش از 1,000 شروع میشه تا 3,500 قیمتش هست و همین رقم سلسلتاً دیگه ساعت ها هستن که بیشتر انواع بیشتر ساعت ها هست. دوستان میتونن
مارک بعدی از هم تک اوغ است که توسط ادوارد هویر یا هوغ ساخته شده که در سال 1985 و ساعت های هم قیمتاش کوریگش یک نوش است که از 45 از 1500 تا 45000 است. دیگهش ماناکویش از 2000 تا 50000 است و قیمتاش بالا است. اینی مارک دیگهش هم مارک بعدی کربدنز است که در سال 2010 در نوشاتل تأسیس شده و این دانای جواهر سازی شده که دانای قیمتی داره و این معمولا کم تولید میشه اما قیمتاش تا 1 میلیون است و یک ساعتای لکژری خود است. بسیار زیبا و طراحی بسیار عالی شده و همین رقم انواع ساعتای دیگه که شما میبینین و قیمتای مختلف خود داره. اما من مطمئن هستم که دوستا با در کامنت با ما شریک بسازن کدام نوعی ساعت ها را دوبال استفاده کردن و دیدین، به خاطر از اینکه ساعت های لکژری است که واقعا قیمتایشان بالا است و استفادهش هم به اون افرادی است که به سطح سبک زندگیشان به یک سطح بالا است و لکژری زندگی میکنن. مطمئن هستم که دوستان که لکژری زندگی میکنن از این ساعت استفاده کردین و اینا داشتین، با ما شریک بسازن که در کدام سال چگونه این ساعت ها را داشتین و به کدام قیمت، که قیمت های مختلف و اینجا میبینن که دوستا امون رقمی که ما در شروع گفتیم این وسایل و تجهیزاتشان ها میجا گذاشتین که توسط انواع تجهیزات یا ساخت و ساز میشن و دوباره ترمیم میشن و کنار از او طرف در ورکشاپ هم دارن که 2 فرد ژاپنی اونجا کار میکنه و اینمی ساعت ها را که ساعت های قدیمی را دوباره ترمیم میکنن و در این موزیم میگذارن. و اینی ساعت های دیگه هم که نه دوستا میبینن مارک های مختلف با واقعا اون سالشان نشته است از 66. این ساعت ها یکی خب مارک خود دارن، کنار از او چیزی که یاره بسیار قیمتشان متمایز ساخته و بالا ساخته قیمتشان، اما دانای قیمتی است، سنگای قیمتی است که در یو استفاده میشن و خود از او یک نوع لکژری است که باز دوستان میدانن یا سریال نمبر دارن توسط کدش از او ساعتایی که فیک هستن. این ساعتای برند فرقشان است و یا یک سریال نمبر دارن توسط اون سریال نمبر کسایی که ساعت‌ها را میخرن میتونن مشخص بسازن که کدام ساعت فیک نخریدین و یک ساعت برند و یک استفاده خوبه با اینکه باز قرات سنگای قیمتی که در بین ازی وجود داره و مشخصاً در جدول دیتیل از این ساعت ها که همون سریال نمبر شد در سایت گوگل داخل میکنی مکمل جدول دیتیل از یامیان که سال ساختش توسط کی ساخته شده، چقدر در اون سال چند عدد از این ساعت ساخته شده و کدام دانای قیمتی است و معمولا یا مالیات معاف می باشن زیادی ساعت ها و کنار از این مشخصا یک بعدتر هم ارائه خدمات دارن که هر وقتی که ساعت بندش کنه میشه خودش پالش کار می داشته باشن، پاکاری کار می داشته باشن یا ساعت کدام مشکل تکنیکی می داشته باشن یا میتونن که رایگان دوباره ترمیم بکنن و بسازنش. و این موزیم واقعا یک موزیم عالی است. من از جمع دوستا خواهش میکنم که کسایی که میتونن و به این موزیم رسیده و ساعت‌های لکژری رو ببینن، این ساعت طوری است که دنیای مدرن امروز با دنیای قدیم که در جغرافیا به انسان ها یک حس میده که کسایی که
پیش از ما در این جغرافیا زندگی میکردن با کدام مشخصه بودن، چی نوع طرز زندگی خود داشتن، چطور زندگی میکردن، چطور زمان سنج میدانستن و چطور لکژری زندگی میکردن، شاه چی ملکای که بودین، پرنسا و از کدام نوع وسایل لکژری در زندگی خود استفاده میکردن و کنار از اون این ساعت ها که قرنهای پیش از او و همین زمان تثبیت میکردن که زمان سنج که در کدام روز و ساعت و ماه و قرن یا زندگی میکنن بسیار مهم است و از دوستا خواهش میکنم که حتمی رو ببینن و اگر آمدن نمیتونن و دیدن نمیتونن این ساعت ها رو ببینن، میشه که ویدیو رو با ما تا آخر تماشا بکنن. چیزای خوبی در این ویدیو ما گنجانیدیم، کمک میکنه که شما در مو حالت حداقل در مو تصورش قرار بگیریم که یک زمانه این ساعت ها با این طرز ساخت و این ساعت های هر سالش بده اینه نمونه دیگهش که همون ساعت ها خودشان حرکت میکنن 14:23 میشن، همون ساعتی که 14 ساعت های 24 ساعت هست و 23 هم که دقیقش هست. دوستا کنار ما باشن، چیزای خوبی دیگه ایم هست که با شما شریک میسازیم. دو طرفتر ساعت‌های دیواری است، ساعت‌های دیواری که در کلیسا استفاده میشن، همون قبلا استفاده میشد و حال هم استفاده میکنن تعداد کلیسا و اما همون زمان است و ساعت‌های دیواری و ساعت‌های کلیسا که در کلیسا استفاده میشد بودن و این ساعت یک سالون است که به نمایش ساعت ها که هر سال یک نمایشگاه ترتیب میدن و سالون است که از میهمان ها پذیرایی میکنن و اینی نمونه ساعت های است که زمان به سوئیسی ها به فرانسوی ها الیپوک هم زمان های قدیم با این طرز ساختاری ساعت ها را آماده می ساختن و ازش استفاده میکنن. دوستا حتمی به تصویر میبینن که چقدر تکنولوژی امروز تغییر کرده و چقدر بشه. این تصویرم که دوست ما صحبت میکنم. و بعدی هم ساعت های دیگه ای است که مشخصا حالا میبینیم با یک ماشین بزرگ که استفاده به کلیسا و یا قصرهای شاهنشین از یا استفاده میکردن که در خود تعمیرهای ساعت ها نصب میشن. واقعا ساعت های عالی هستن با ماشین های بزرگ و اون تصویریم که پشت سر میبینیم در بک‌گراند یه زمین است و نمونه های دیگه ای که بسیار نمونه های عالی که در کلیسا و در مسجد و در تعمیرهای شاهنشین و قصر و اشرافزاده ها از یا استفاده میکنن.
دوستا اینجا هم که میبینین این ساعت همون جای ترمیم ساعت ها است که دو فرد ژاپنی اینجا کار میکنه و ساعت ها را ترمیم میکنن. همین از این قرن 16 تا امروز انواع ساعت هایی که هستن خودشان ترمیم میکنن با اینی لوازم و اینی تکنولوژی که در دسترس دارن. هم از این بیشتر از او حتمی دوستا متوجه شدن که هر ساعت که روی ویترین با مارکای مختلفش جای به جای کردین و گذاشتین، باز در کنار از او همون ماشینی که ساعت از او ساخته شده او رو هم گذاشتین و اینی هم که نه به شکلی که به تصویر کشیدیم که از این میجا ساعت ها را ترمیم میکنن و آرام آرام به این موزیم گذاشته میشه و که دوستا و علاقه‌مندای ساعت بیان ایره ببینن. یک جای بسیار خوب است، حتمی متوجه میشین شما. با اینی تکنولوژی و اینی اسباب لوازم یا این ساعت ها را دوباره ترمیم کردین. این ساعت ها هم که در ویترین میبینیم، این ساعت ها دانای قیمتی در کدامش استفاده شده که ساعت های طلا هستند، ساعت های دانای الماس هست که از قدیم همون زمان به خاطر لکژری بودن از یا استفاده شده و اینا حتمی دوستان متوجه میشن که واقعا این موزیم چیزای عالی خود داره و یک موزیم قیمتی هم هست، با اینکه این ساعت‌های بسیار قیمتی اینجا نگهداری میشه و به نمایش گذاشته میشن. یک جای بسیار خوب است.
اینجا در اسکرین درباره هر کدامش تشریحات میده که ساعت چی بوده و چی نوع دانای قیمتی را در خود داره این ساعت. و اینی ساعت هم که هست دوستا یمو نظر به سال نشان میده که در این قرن، در این سالهای قرن ساعت یک لوازم بسیار لگژری و مهم و شاهانه و بسیار مهم پنداشته می شده و که بیشتر توجه به این بوده که کسای اشراف زاده هایی که ساعت های قیمتی در مچ دست خود یا در جیب خود یا در خانه خود داشتین یا نشان از این است که یا چقدر سرمایه دار هستند و نشان میده که در اون زمان بهترین تحفه به شاهان و بهترین تحفه به کسایی که بزنسمن ها بودین، کیش های تجاری بودین، تحفه هایشان همی ساعت های قیمتی بوده و روی از این همی سالهای خود مانده که همی اوج معرفت یا ساعت های لگژری همی سالها بوده. و اینجا هم کسی که مسئول موزیم است معرفی میکنه انواع ساعت ها را و مشخصاتشان میگه، قدامت تاریخیشان میگه، کنار از که در کدام قرن چی نوع ساعت ها استفاده میشده، مشخصاتشان همشانه به معرفی میگیره و آرام آرام کسایی که به تماشای ساعت ها به موزیم اومدین یا کمک میکنه که درباره تاریخچه ساعت و درباره از اینکه چی نوع ساعت ها اشراف زاده استفاده میکردن، چی نوع ساعت های بهتر بوده او زمان، به زبان فرانسوی موارد تشریح میکنه. گاهی وقت هم موارد به انگلیسی میگه، اما بیشتر استفاده و صحبتشان فرانسوی است که روی ساعت های مشخص صحبت میکنه.
tome en l'honneur du roi. Le tome du roi est tome en l'honneur du roi. Donc c'était fait spécialement pour le roi de France. En l'occurrence, c'était Louis XVI. Comme un horloger parisien, une en 1776. Et puis, il est tombé en même temps que le roi en 1780. Et dans la vie, par exemple, il y a un 10 sous la forme. Dans les années 10, on a écrit pas à midi, mais à midi. Et aussi و در آخرم سپاس از جمع دوستا که تا ایدم کنار ما بودن. نظراتتان حتمی با ما به اشتراک بگذارین.